سلام رفیق، اینجا ایران. واسه اینکه از فکر و خیال دور شیم ما اینجا قدم میزنیم، قهوه میخوریم، رانندگی میکنیم، ورزش میکنیم، گاهی اوقات هم سیگار میکشیم. میخوایم حرف بزنیم، داد بزنیم یه چی گلومونو گرفته، چون مسیرمون جوریه که همه دارن برعکسشو میرن. اخبار منفی، بدور از شادی، قدم زدن تو خیابون و حرف زدن با خودت باعث شده همه فکر کنن دیوونه شدی. جوری که تاریکی داره زندگی تو میگیره و باز هم روزها پشت سرم تکرار و تکرار و تکرار، همون کارهای همیشگی. اینجا آرزوامون مرده، ما واسه شون سوم و هفتم و چهلم گرفتیم. فقط امیدوارم کابوس باشه.